سلام دوستای عزیز، منده نشید. خوبی جارید؟ حال احوال شما خوبه؟ چی حال دارید؟ جان ماما چطوری؟ خوبی جاری بخیری؟ آقای نظری بیا ایسو. کجا رفته دید امروز؟ من سرخول رفته دی، چکر رفته دی برادر تفریح. خب چیز کار رفته دید؟ چی کارا کردین؟ والا منج رفته خواب برنج برده دید، مرغ برده دی منج برادر دیک کدی. روزی باندار کدی بود سیستی خوردی پس خب اومد. چند نفر رفته دید؟ دو دیک 40 نفر رفته دی. خب خوش تر شد برایشم؟ خدا رئیس دست درد نکنه. بابا همه دوره هم جمع کردیم. مزک ملا کردیم. تشکر، خواهش منم. یال چطور شده؟ چی باعث شد آقای نظری که از این راه بایی؟ والا برای ازی سرک خیلی او مورا میخیاش خیلی خرابه، به خاطر از او این جماعتی که هم سرک سترایه هم خاکیه هم خیلی خوبه، هم دیدنی از این سرکنی خیلی دیرش نمده نه؟ آره دیگه نظر دوستا چیه در مورد از این که از این راه مایه؟ نظر دوستا درباره از این سرک به خاطر از این میگه که مگه اون راه بنده این راه یک مقداری کاراش منده کم آره کشم بگم ادامه بدی. به خاطر از که همه قوما و برادرها دوستا که در او طرف آیا خلاصه یک کمکی دیگه هم کنه که همین سرک کم صاف کنیم. خب مایل عزیز سلام. خوبی جور بخیری؟ حال اول خوبه؟ شکر. از این راه آمدید، راه چطور بود؟ راه خوب بالا کم نیه دیگه ثابتی. از این راه بهتر است خدایی؟ یاره رایش بهترین جوان چطوری؟ خوبی جور؟ حال اول خوبه؟ کجا رفته دید امروز؟ خوب بود؟ خوشتر شد؟ از دل تو بود؟ راه چطور بود امی راه؟ راه بد نیه، راه خیلی بهتر است این راه. یعنی هر کس باید ترجیح میدی که از این راه باید؟ راه بهتره مخصوصا خد موتور. خب آقای مظفری نظر است تو چیه در مورد از این راه؟ ولی این راه خیلی خوب راهه. خب چطور آمدی؟ ولی ما خوب آمده. از راه بوم بهتره یا اینجی؟ این بهتره. خب غلام خد موتور آمدی تو؟ جور بخیری؟ حالا خوبه؟ راه چطور بود علی؟ از راه بوم بهتره؟ اوی خوب چابکینی ما قد موتور آمد خیلی خوب بود. رولا مامای راه چطور بود؟ خوب بود. از دل تو بود؟ رئیس اصلی چطور از این راه آمده؟ تو باید از این راه بری. از دل تسته؟ تو که موتور هم خیلی دوست داری، یا از این راه بری بهتره یا از این راه؟ خب تو بگی جان مامای خو. یار خیلی عالیه. این راه بهتره یا او راه؟ این راه بهتره. امزو خاطر از این راه آمده؟ امزو خاطر از این راه آمده مره. خب بسیار عالی دوستا. داشت از دوره منظر میمدی. این راه جدید که کار شده از اون طرف ما آمدم، اگر چی 2-3 دفعه از بوم هم دیگه اینی اولین بار که از این راه میام، یعنی می راه کسته جدید جور شده. از اول بهش که ما آمدم خیلی خوبه برای موتر، راه سبک دیگه، راه پاک برای تایرها، برای موتر خیلی خوبه، فشار زیاد روی موتر نمیه دیگه، خیلی خوب راه. یعنی می مسیر اگر احیانا یک روز از شیرداغ آمدید یا خواستید برید شیرداغ، از این مسیر باید، مسیری بوم کسته به در نمخوره، خیلی اذیت میشه آدم. کوره موتر مخوره دیگه، تایر نمیلده موتر دیگه. راه خیلی است که برای راننده ها که رفت آمد زیاد داره، خیلی واقعا سخته دیگه. نمی راه قلخ اخپوتی خیلی خوبه، خوب راه، خوب مسیره دیگه. امید که جور و صحتمند باشید. خدا نگهدارش.